سلام، من جیوانم. به کانال یوتیوب من خوش اومدید. من اهل اصفهان هستم و امروز 8 تیر ماه 405 اولین ویدیوی یوتیوب من. امروز بعد از 3 سال تصمیم گرفتم که پیاده روی و دویدن رو شروع بکنم. به خاطر اضافه وزن زیادی که آوردم باید این کار خیلی زودتر انجام میدادم، ولی خب به خاطر یه سری بهانه ها در واقع نشد که این کار انجام بدم. امروز تصمیم گرفتم که بیام و جاده سلامت کنار زاینده رود پرآب این کار رو شروع بکنم و از اونجایی که عاشق ولاگ گرفتن، ولاگ دیدن و کلا ویدیو گرفتن به این سبک هستم و مدت ها بود که دلم خواست شروع بکنم و هر بار هی میگفتم که ولش کن، نمیشه، سخته، با مشغلات و شلوغیایی که تو داری خیلی اوکی نیست. حتی تو یک هفته 10 روز گذشته که خیلی جدی میخواستم شروع بکنم، هر شب که میومدم بخوابم میدیدم اوه چقدر اتفاق باحال افتاده امروز و هیچ کدومش رو ویدیو نگرفتم یا ویدیوها خیلی جالب که به هم بخوره نبود. و امروز که میخواستم بیام و دویدن رو شروع کنم دیدم بهترین وقتی که اولین ضبط ویدیوی کانالم انجام بدم. امروز با هم بریم بدویم و امیدوارم که همراهی باشید. الان 45 دقیقه است دارم میدوام. وای که چقدر سخت بود. وای اصلا دیگه پاهم آخراش پاهم نمی اومد. خیلی سخت بود دیگه. بقیه‌شو را برم تا ماشین و برگردم خونه. امروز ببینم که میتونم همزمان فستم شروع کنم. حالا امروز همه کاری رو میخوام با هم انجام بدم. اگه بتونم امروز فستم هم شروع بکنم خیلی خوب میشه. تا ساعت 12 یک چیزی نخوردن و فقط یک کافی میخورم. بریم برای ادامه. حدوداً 10 روزه که شروع کردم به خوندن زبان انگلیسی و اینکه من قبلا امریکن انگلیش ها رو کلاساشو میرفتم، فکر کنم تا تری رفتم و الان میخوام که یه دوره بکنم. مقصد این که با یوتیوب خیلی راحت میشه خوند. ببینیم چی میشه. رفتم یه دوش گرفتم، کافی ما درست کردم و یک ساعتی زبان بخونم. برای نهار تصمیم گرفتم که مرغ ترش بذارم. از اونجایی که ما سبزهای شمالی نداریم، نعنا، گشنیز و جعفریات ساتوری کردم، دارم سرخ میکنم. اینجا هم چند تا تیکه مرغ دارم سرخش میکنم. گردوهام هم دارم خورد میکنم و بعد به سبزی اضافه کنم. کلا مرغ ترش اینجوریه که
باید مرغ کاملا تفت بدیم طلایی بشه. بعد سبزیاتون رو سرخ بکنید، توش گردو رو بنار اضافه بکنید، بعد پیاز سرخ شده رو بهش اضافه کنید و همه رو با هم بذارید و کاملا جا بیفتید. خب الان وقتشه که بده که حسابی جا بیفته. اینم نتیجه کار. الان ساعت 2، من هنوز فستم و بریم که این خوشمزه جان رو بخوریم. عطر و بوش که خونه رو برداشته و چون خیلی دوست دارم مطمئنم به همین چسبه. از خیلی سالهای پیش کار با مداد رنگ رو شروع کردم. من عاشق نقاشی کردنم، ولی خب یه تایم خیلی طولانی کنار گذاشته شد. این یکی از کارهایی بود که طرح اولیه‌اش رو کشیده بودم ولی نتونستم کار کنم. یه چند وقتی که نشستم پاش و فعلا تا اینجا این کار اومده. تصمیم دارم که تمومش بکنم و دوباره بزنیم